برادر همراه همسرش آماده است در در شما خدمت کند، خانه شما رو جارو بزند. زندگی همین است. به درجه زورت میبیارد که دیگر نمیدونی که سرت رو در کجا زنی. چیزی بتونه هستم که اگر شخصانی باشن که 1000 روبل 100 روبل ترتن میتونن نیستن که مقصد من به نیت قرض بدم که من در دامه چندین سال باشم 100 روبل 1000 روبل برمیگردم. یا روی خط داشتید همه من به نشون دادگی بدیم که مثلا از اون جمله در از اویله از اکای خودتون هم قرض گرفتگی هستید. رفیقانی که به شما قرض دادن، رفیقانی که به شما پول دادن، مثلا شد حالتایی که اومدن گفتن دیوسی بیناموسی همسرت رو میبریم، این گپا بود؟ سخنهای قبیح بود. من چندین مرتبه کوشش کردم باز اکای عبدالرحیم با تخلص رحیم غربی ملاقه برم چند بار در خونه‌شان رفتم. شما خودتون درک نیفته که چقدر قرض دار شدید؟ نوش سیگار، عرق، دیسکلوب، اگرامان یگان چیز نیست شما. هدف شما طلبندگی نیست. نه. ببرکالتا طلبندگی نیست. هدف شما کار کردن است. دوستان عزیز خواهش می‌سازم برنامه رو تا آخر تماشا سازید. از حال این برادری که از پنجکند آمده است آگاهی پیدا سازید، زیرا با خاطر قرض آماده است به هر کار دست زند. امکان باشد دستگیری کنید. نفرهایی که نو آمده در کانال خوش آمدید، دستگیری رو فراموش نسازید. آبونه شدن مهم است. فروخی نعمت. من حسابم به همه مردم این شهر جداست. من امیدم به خدا، بعد خدا هم به خداست. سلام تماشابینان شبکه همیشگی ما. باور کنید طول چند روز می شود که یک برادر همراهی همسرش از یکی از وادی‌های دوردست تاجیکستان از شهر پنجکند خطا نکنم از شهر پنجکند به نزد ما مهمان شده است. آمده است که در دایره مشکلات زندگی خودش گپ زند. لیکن پیش از همه من شما میکنم که این برادر من راستی گپ دویم بار میبینم در دایره این پره یگان معلوماتی ندارم. اگر که شما امکان و حالت و روندی با این شناس شدن و دستگیری کردن و همکاری کردن رو اگر پیدا کنید، رقم هایش رو میگذارم. شما میتونید که بیوسته همراهی همین برادر خودتون صحبت کنید. درسته گفتهای من اکر؟ درست. پیش از همه میخواهم که درباره خودت معلومات دهی. خب من دلوور، اسمم دلوور است. مستای سال آزادی شهر پنجکند که شما قید کردید. چند مدت میشود در یک شرکت کار میکردم. در اول به حیث فقط برندرار چه کنیم. شرکت هواکس مقصد جدی می بود. خب کار میکردیم. در همون وقت در اول کارم خوب بود. بعدا عصبی اون که تجربه خوب نداشتم، نه قدر جوان مقصد به این کار تر بودم. یک بار کار مینوس رفتن گرفت، چون از ما یکم خیلی بغالتری که مقصد مسئولیت داشته باشد که هر روز درآمد برآمد کارخانه رو نظارت کنه نبود. بانوان خانشینه که در جستجوی کار هستید، دانشجویانی که میخواهید همه روزه کار کنید، پس در رقم های در زیر بوده در حال نوشته صاحب جای کار شوید. شما را شرکت فابریکی رودابه همه روزه به کار تامین میسازد. دانستن زبان خارجی تماما مهم نیست است. مزد معاشی شما از 200 سومانی در دوام ماه تا 10,000 سومانی می باشد. موفقیت. تو در دایره همه کار خودت معلومات نداشتی تماما؟ وقتی که من به این کار در آمدم از نو سر نکردم. اوجی کار رفتی ساده بود مقصد. با من درست پیشنهاد کردن که کاری مثلا خیلی شد تو دانش داری مقصد تو میتونیم کار کردن. با نگفتی در همون مومنت که مثلا من همین چیز درک ندارم، فهمیدن نمیتونم، همین خیلی یا اساسوب محیط ایزو کشیدی که مثلا نگم که مثلا قابلیت کاری نداری همین خیلی؟ چون هر یک کار در یک بارش می‌آموختم، باور داشتم. من نخواستم که
از بواری و بیرون شوی ها. کی پنجکین اینجا اومدین شما؟ از پنجکین 4 روز میشه، 4 روز در اینجا. در کجا زندگی کرده ایستودین؟ در یک جورا مقصد اسودشون کوارتیره که هر روز مقصد 20 سومون داد. 20 سومونی ها؟ این خورد و خوراکی خود شما در اینجا یگون کاری انیق دارید در همین دوشنبه که مثلا اومدگیم با کدام امید اومدید اینجا؟ با دوشنبه با امید اومدیم که مقصد روی حل این مشکل رو یا مقصد وزر بی حد مشکلی وزن شدگی من امکان کار کردن دارم، من قابلیت کاری دارم. چی کار کردن میتونی شما؟ همه کار کرده میتونم. نه اکنون اودام همه کارها یکان وقت موفق نمیشود. مثلا شما چی کار ای دستتون میبود این منه همین کاراتون رو گپ زنید؟ خب من میتونم نواربرداری کنم مثلا توی معرکه ها یک. خب توی میتونم مقصد در ما سوی که مثلا کار کرده هستم سوی که برندروات سوی کامپیوتر قریب همه کار میتونم، مانتاژ همه کار کرده میتونم. انا سوی خیلی دهقانی ساختمان کارام کرده میتونم. دیگه خیلی اینوش ای زورآمد دهقانی یا ساختمانی یا تجربه دارین؟ من کرده که هستم خودم آدمی دهقان هستم. مقصد شما از وقتی که از پنجکین برآمدید با یک مقصدی که خداوند شاید شما به برای کار یا تو راهی کار شاید به دوشنبه شهر اومدیدن، حالا حالت وضع مالیوی شما چگونه است؟ در کیسه‌تون پول هست نیست؟ راستی که در همین حالت خداوند بالای سر از شاهد است. مقصد امکان ندارم. موجود 95 سوم 80 سوم مبلغ دارم دستم نظر میخوام 95 80 سوم. خب این وابسته به این گفته هستم که سخت قضا هستم. حوض بسینا که این خرزوری شما ما برمیگردیم. شما همراه همسرتون اومدگی هستید؟ چند شده ویلادار شوید شما را؟ 1 سال شده ویلادار شوید ما را. همین وقتی که شما در همین پرابلم ها روبرو شدید قرضداری اومدید، مقصدتون اینجا اومدن که کار کنین و قرض مردم اتیدن بزرگ کردگی مردم. بله هر روز من با چین توانیم از بانک ها گرفتم. چند قدم؟ 76,000 تومان همه شده فقط هست. با نام کی قرض گرفتی؟ با نام خودم گرفتم. با نام خانگی ها 20,000 10,000 نجی 22,000 تومان گرفتگی هستم. با نام یک خشتابار خودم باز گرفتگی هستم که مثلا زیاده 30,000 تومان همش فقط در اینجا آوریده هستم. حجتو در همین جا هستن؟ همه حجتو هست، همه فقط در هست. هر رو چند قدر در بانک میسپرید؟ من فقط با نام خودی من نگاه کنید 2756 این بیس کمی سیش تاگه هوشم 3104 تومان 98 درم. خوب ینگا طولی چند سو فرزندور هستید؟ نه راست دیگه بالا فرزندار نیستم. توی ما مقصد 1 سال میشد فقط در فکر پریشان همین بودم. مقصد وقتی که آدم اصلا آرام داشته باشد، وقتی که یک چیز ناراحت کنه یگون چی نمیشود. ینگا درک دوره در قرضداری شما؟ بله. ترکتون نکرد در همین مرحله ها؟ نه بسیار دوستان بسیار رفیقان در همین حالت ترک کردن شما چشم پوشیدن. در همین حالت گویا که باور نکردن، گویا خودشون دور کشیدن، لیکن همسر در همین حالت بمان بود. از طرف خانگیتون یگون پیشنهاد شد برای همسرتون که برآمده رو از طرف خانگی شوهر همسرتون یگون پیشنهاد شد که مثلا دیگر قطعی زندگی نکن وقتی که فهمیده 408,000 سومون شما قرضدار هستید، درست نمی؟ بله. 408,000 سومون شما از یگون پیشنهاد کردن شما با که مثلا برآمده رو زندگی کن یگون چی بود؟ در اولی خودی ما مقصد یگون کس با اولی من چی کاری نیست که ما برو رو یگون چی دیگه حتی مسئله خانگی و یا راستی که من در حالت خبردار نیستم. موجود باشد برای که این گپ ها رو من نمیگم خودش که شاید گفته باشم. شما همین ینگا را در همین شب روزو چی خیلی قبول کرده؟ بهترین نفری از همون نفرای مرد رفیقای مردی که در براتون بودن ینگا مردتر گفته است؟ این گپ 100% درست است. برای که در همه حالت دستگیری کردم. سنا بادو به زنهایی که مردن بیازی زندگی رو شیری فردن، به نامردان بداده دستی مردی ولی شأن زنی رو پس نکردن. انا همین خیلی مدارو بقوتن، همین مداروی تاجیک من قربانشون شوم بقوت هستن. همین برادر مقصدی اساسی اومدنی تو در همین جو چه خلوصت اگازم؟ خب خلاصه گفتین هستم که من
این آنجا گذار واسه تنی هستم که من امکان دارم کار کنم امکان دارم مثلا ما شاید تیگون نمایشگاه میگوید که بچه جوان است میتواند کار کنه چی ما یک بار همه قدر مبلغ رو سپردن امکان ندارم برای من مقصد من همین است که شاید در تاجیکستان ما هستن آدمایی که مقصد پیشنهاد میکنن همین قدر مبلغ داده میتوانند من در دوامی چندین سال کار کرده میبرارم همین خیلی آدمو پیدا شود شاید که مثلا آدمای دورویی که شما را با کار تامین کنه همراه همسرتون نه که پیشکی میخواهید که همه مبلغ به شما تن یا قسمت یا اویستا چی خیلی کنکریتی چی میخواهید شما من در حالتی هستم که هر کس همین تلفن ما هر روز زنگ میزنن مقصد یگون خیلی لوجی مثلا بعد 10 روز دادن یا که بعد 20 روز دادن ندارم چی وعده میکنید قرضدارایی که زنگ میزنن شما قرضدار هستید چی میگید امروز اگر گازانه که بعد 5 روز بعد 3 روز نمیشه دم تلفن نی حاضر برای این مقصد کوشش میکنم فقط کوشش میکنم همین شما با یک امید اومدید که همینجا پیش من اومدید با یک امید شما با کی دن نیدود که مثلا من پیش من بیاید ایمینا مثلا دیگر بلوگرو هم هستن شما چی مقصد قطعی این مینا پیش من راستیگه خیلی مشاهد در کانال شما ابونه هستم میدونم از انسان چه خیلی هستید مقصد به چندین نفر کمک کرده هستید خب تنها همین را گفته میتونم که اگه چی گفتن نمیتونی وقتی که آدم قرضدار است وقتی که آدم ناراحت است وقتی که آدم کسی ندارد تکیه کند حتی سخن گفتن دشوار است از این خاطر برادران عزیز از من خفه نشوید تماشابینان گرامی بعضا وقت من همراه یک برادر دیگر صحبت کردم لیکن و یا فکر کردن که من کبر و غرور دارم لیکن نه همینجا باید شما یک چیز درست درک کنید که من قابلیت یک روز با 1000 نفر من به زنگ میزنم که پروبلم دارم همین حقیقتی همون خیلی گفتگو کردن دارم لیکن برادر همسرش گریه کرد خودش چندین مرتبه زنگ زد تکرار به تکرار زنگ زد حتی جای کاری من اومد جای کاری من در من دیگر دلم طاقت نکرد لیکن خدا شاهد است من این برادر رو دومین بار میبینم یگان غرض و یگان چی ندارم اگر که امکان داشته باشید اگر که توانایی داشته باشید اگر که لازم بدونید این برادر همراه همسرش آماده است در شما خدمت کند خانه شما رو جارو بزند زندگی همین است به درجه زورت میبیارد که دیگر نمیدونی که سرت رو در کجا زنی با کی باور کنی با کی اعتماد کنی لیکن باز تکرار میکنم چون مستقیم من امیدم به خداست بعد خدا هم به خداست لیکن میگم که شما مرد باید که هر آسان نشود مشکلی نیست که آسان نشود اکتوال نه کنکریتی همون نفرهای پلدار شما اولی که من قطعی مراجعت کرده در دایره اکه رحیم غربی مراجعت کرده درست است برای چی؟ اون کس شخصی هستند که با چندین نفرها دست خیر شده هستند مقصد بسیار کمکشون به مردم توجه رسیده است من از اون کس یاری طلب نمیکنم از اون کس تنها قرض میدهم که من حالت محکمش از این حالت برایم از اون کارخانه خلاص شدم بعدا کار کرد چندین سال لازم شد برگردم شما همین اگر اکه رحیم رو ببینید چی پیشنهاد میکنید میگه اکه من قرضگیری اومدم میخوام که درباره تو کار کنم در پیش تو کار کنم همین خیلی میگه چی میگی؟ بله چون اون هر یک سامون همین خیلی گفته نمیشه مهنت میکنه آدمونا مهنت کرده هستن من میخوام با مهنت حلال پول برگردونم دیگه اگر این شخصون یا شما که مثلا همین خیلی دستگیری کنه این هم یک نعمت خداوند است هدف شما طلبندگی نیست نه هدف طلبندگی نیست هدف شما کار کردن است حالا اگر که مقصد که رقم کارت شما هم در اینجا گذاریم شما همین چیز قبول میکنید؟ بله رقم تلفن شما چند است؟ رقم تلفن من مگافون 88 998 68 68 رقم اتصال 93 345 88 22 دوشنبه سیتی یگان رقم شما با هست؟ دوشنبه سیتی با 93 345 88 22 همین نمبر با دوشنبه سیتی دارید؟
خیر مو اکنون امکانیت باشد اگر رقم شما رو میگذاریم حتما لیکن من یک چیز گفتنی هستم که اگر شخصانی باشن که 1000 روبل یا 100 روبل پرداخت میتونن نیستن که مقصد من با نیت قرض دادم تو من در دامه چندین سال باشم 100 روبل 1000 روبل برمیگردم شما حوز ضرور اومده گید که از مردم قرض بپرسید شاید مردمی باشن که شما باور نکنن باور کنید که این به حد سخته که شما گویا که طلبندگی باشه فریبگر باشید نه که میدونید که همه این چی در پیش خداوند جوابگریش سخت است شما از خدا میترسیدن البته اول در پیش خداوند ما جوابگر میشیم وقتی که یک کس فریب کنیم یک خلق ناخوریم دیوم در نزد قانون برای که هر یک فقط دلیلش هست من گفتم میتونم که هر یک سن کجاش از سو چه خزا شدم برای چی فقط دلیلش هست قرضوی که شما دارید همش خب یا روی خط داشتید همه من به نشون دادگی بدیم که مثلا از اون جمله در از اویله از اکای خودتون هم قرض گرفتگی هستید از دادر خودتون چند قدر از دادر خودم به مبلغ کلان قرض گرفتگی هستم 2 دلار دارم مثلا یگون چی نگفتم برادرها برای قرضشون کمک کردم تو قدر میکنم باز هم یک سال نیفتم مقصد کوشش کردیم دیگه نه در دویره قرضشون نگفتیسن قرض ما را برگردون قرض من در اینجا قرض دادرم حساب نکردم در بین 400,000 قرض دادرم برادرم نیست اگر که او حساب کنی اوج 5 میلیون میگذره قرض شما بله رفیقانی که به شما قرض دادن رفیقانی که به شما پول دادن مثلا شد حالتایی که اومدن گفتن دایوسی بیناموسی همسرت رو میبریم این گپو بود سخنهای قبیح بود در حقیقت سخنهای قبیح بود میگن شما چه خیلی توقعات کردید نمیتونستم یکم ایلاش توقعات کردن نتونستم برای خستم اومدم از شهر پنجکین که ما یک امید که مقصد پیش روی ما شده شود من خیلی مرد هستم کوکل میتونم که در این حالت یک بار افتادم مثلا چی بود حساب که در وقتش اتشو نکردم در وقتش حساب تو نکردم حالا که من از دیگر رویال اول کس همزاد پرسیدم که در قناه آلدون شده که رنگ ما قضا شد باشه گفتن بله شده است باور دو کردید شما با همون محیطی که مثلا کار میکردید شما باور نه بلکه شما نخواستید که ندونن که شما در دایره همین ساحه معلومات ندارید من فکر میکنم شما همین کارتون سبب شد که قرضداری زیاد شدید برادرای عزیز یگان وقت همه وقت چی کاری میکنید کارتون رو نظارت کنید سنجید اگر که نمیدونسته باشید بپرسید چی گفتنی هستی همون برادرانی که مثلا یگان چیزا نمیفهمن نمیدونن تکیه میکنن کار میکنن من از تجربه خودم با هم گفتنی هستم که هر یک کار باید سری وقت سنجش نظارت دیده براید خصوصا با مبلغ بسیار کاری مشکل است که من به این حالت رسیدم شما کنکریت نه در همینجا پدر و مادر در خونه ای قرض شما درک دارن؟ بله در چند روز پیش مادرم جراحی شد 2 ماه پیش همسرم پدرم تا حال شنوایی بیماری دارن همه این بالی هم شد و راستی خودم راستی نمیدونم چه خیلی تا این حالت طاقت کرده است شاید خداوند امتحان کرده است شاید گذارید از امتحان خداوند تو کجا میروید کار چی میشود مقصد همین برادر قبول کردن و قطعش گوزدن همین بود که مثلا من طلبندگی نه همین کلمه به من استفاده هر کسی که 20 روبل میپرداد 100 روبل میپرداد 1 سوم میپرداد 10 سوم میپرداد زنگ زند یا در واتساپ همین برادر نویسه که قرض داری تو از من شاید که مسئولیت رو درک کند من بعد کار کند قرض دیگر ها رو دیگر همین خاطر قطعی من همین نفر رو قبول کردم از این خاطر برادرای عزیز اگر که امکان دارید توانایی دارید میخواهید که بسنجید بفهمید ببینید در رقمش زنگ زنید پیشکی خودتون خلاصه نبرارید اول همراهش صحبت کنید گفتگو کنید بعد از اون به یک خلاصه بیایید همراهش کار کنید در آخر چی گفتنی هستی برادر در آخر گفتنی هستم شخصانی که ما رو میفهمند درک میکنند کمک خود رو میگذارند یا که در همین کار سهم خود رو میگذارند پیشکی منتداری خود رو میگذارند میرسونمشون با شخصانی که امکانات دارند
خواهش میکنم فقط در همین حالت برای شما کم کار میکنم. مقصد تا آخر اون حالت درج تیار هستم، من خیلی هستم که تا آخر اون کار کردم راضی هستم. فقط از این حالت برای من از یک کس تا آخر مور برای همون نفری که شما را دستگیری میکنه راضی هستی بموست؟ خیلی مقصد در این مبلغی که روزگار گذرد دیگرش یکی یک چیز رو فراموش نکنید که وقتی که یک نفر شما رو دستگیری میکند باید شما یک عمر فراموش نکنید. هیچ وقت فراموش نمیکنم، هیچ وقت. برادران عزیز اگر گفزن من چندین مرتبه کوشش کردم باز اکی عبدالرحیم با تخلص رحیم غربی ملاقه برام چند بار در خونه‌شون رفتم. کجا رفتید در خونه‌شون؟ طرفی مقصد 102 اسپیچر خونه‌شون یک تعمیر رسید، اونجا هیچ کس نبود. مقصد نیافتم شما به کارخونه‌شون رفتم سراغ کردم نیافتم شما. اگر امکانش من با اون کس صحبت میکردم شاید کارم آسان‌تر می‌رفت. من بازم تکرار میکنم که قوی کاری دارم، کار کردن میتوانم. فقط یک بار با این مبلغ حاضر برآمدن نمیتونم. کار کردن هر موسم کار کنم 5000 و 10000 کار میکنم، یک بارم این حالت کار نمیتونم. برای همین دستگیری آدمان سخابان می‌بازم. شما میدونید که اگر که یعنی قرض مردم رو بر نگردونید شاید در آزادی نباشید. بله، برای همین سبب اساسی یکی از سبب اساسی مراجعت کردن شما همین بود که میتوانم با همین مبلغ از زندانی شدم، به جاگیری شدم، کشیده شدم. لیکن باز از یادتون نبره اگر همین رفتار شما فریب باشد. بله من گفتم میتواند از همه مقامات سنجش کرده برایم پر همه شما گفته میتونم برای که یکمش خداوند بالای سر است. مشیر مادرم قسم میخورم که این همش در حقیقت یکم درمش به فوی خودم صرف نکردم. در امکان روز شد که خونه مردم توی سیم میکردم، میور منتج میکردم، مقصد مبلغش میکردم، باز برد اول کسی سپرید که خرزم پیدا شد. همون شما خودتون درک نیفته که چقدر قرض دار شدید؟ نوش، سیگار، عرق، دیسکلوب، گرامان یگون چیز نیسته شما؟ یک جدول برای روز دیدم؟ روز یگون مراتبه در حیاتم سیگار نکشیدم، یگون مراتبه در حیاتم نوش نکشیدم. دیسکتیک عموما من با قرما قسم میخورم نمیگفتم درست دیگه دیسکتیک نزدیک نشدم. من شاید میتونه از دیگر آدمانی که مثلا من میشناسن موازی یگان آدم پرسن شناسن نیک من چخیل انسان بودم پیش از اول کس در اومدم همه میدونم و همه کمک میکردم، همه کوشش میکردم یک فایده رسن. شما کمک میکرده؟ بله، چون من در مهاجرت مردی بودم میدونم از باش رو کار کرده بودم. در خلاصه چی گفتم میخواید؟ در خلاصه گفتنی هستم و همه گفته های من درست است، همه گفته های من یگان فریبش نیست، همش میتونید از مقامات سنجش کنن بیننش خداوند بالای سر است. فقط دستگیری شما ضرورت دارم. من امکان دارم کار کرده برمیگردم، فقط من در همین حالت سخت مجبور شدم. لیکن در شبکه برآمد کردنی نبوده. بله. برادران عزیز خودتون باز تکرار میکنم که این برادر من دویم بار میدونم. من یگون چی گفتن درباره‌اش معلوماتی پورا دادنم نمیتونم. اگر خودتون باور کنید و با گفته‌های همین برادر که به قرآن قسم خورد و به خدا قسم خورد و از جهت‌های قانونی گفت اگر اعتماد و باوری داشته باشید، اگر لازم دونید و قابلیت داشته باشید، مرحمت برادر را کمک کنید. رقمش هم میگذارم، کارتش هم میگذارم، امکانیتون باشه یاردم کنید. و این چنین نفرایی که امکانیت توانایی دستگیری کردن دارید و این برادر میخواهد که در نزد شما کار کند، خانه شما در کار کند، در باغ شما کار کند، در عموما چی کاری نباشد آماده است کار کند. برای مردک کار کردن یگان مایده زپدلوگی ندارد. مردک باید مردک باشد، مردک باید قرضدار باشد، مردک باید که
ҳамеша баъзан рӯзе либоси тозаву баъзан рӯзе либоси чирк дошта бошад. Мардак бояд ки баъзан ҳамин паҳлӯҳои зиндагӣ ва ки меғалтад шикаст нахӯра, қоматша рост кунад. Агар ки ҳамин имкон дошта бошед, ҳамин рӯз дар сари ҳамин бародар омадагӣ бошад, агар худо шоҳид бошад, то андозае, то имконе доред дастгирӣ кунед. Нафарҳое ки дороӣ доред, ин садои ман ба шумо ҳаст аст, бародар агар имкониятон бошад, бисанҷен, буомӯзен, баъд аз он дастгирӣ кунед. Инчунин худованд нигаҳбони якояки мову шумо бошад. ҳеҷ гоҳ сарамон дар пеши номард хам нагардад. бо худованд ҳамеша мададгору рӯзгори моро пурфайзу пурбаракат, ан ҳамон сояи падару модар, ан ҳамон муҳаббати оила, ан ҳамон хандаи тифлон ҳамеша дар хонадони ҳар яки мо бошад. локи дӯстони мард дар рӯзҳои тангдастӣ моро тарк насозанд. дӯстони мард бояд ҳамеша дар паҳлӯи мо бошанд. мо танҳогии худа эҳсос накунем. рӯзи хубамон чӣ хеле набошад мегузарад. дӯст барои рӯзи дард аст, рӯзи ғам аст. дӯст аслан ҳамеша дӯст аст. вақту соате надорад ки ин менагӯӣ ки дӯст бошад. дар ҳама ҳолат бояд дӯст пайдо бошад. худованд нигаҳбонатон бошад.